دوستان خوبم، سلام. من امین شیردل هستم و قصدم اینه که توی این چنل در مورد کایروپرکتیک باهاتون صحبت کنم. حالا چیه؟ یه مدل خیلی رایجی هست تو جامعه، شما هم دیدید که سردمدار اصلیش، یعنی اون کسی که اون شخصیتی که معروف شده واسه این حرکت، آقای صلاح الدین یکتا، که توی دبی انجام میده. روش به این شکله که شخص دراز میکشه روی یه تخت، فیکس میشه پهلوهاش، حوله دور گردنش و یه ترکشن، یه کشش ایجاد میشه. گردن و ستون مهرهاش دچار کشش میشه. این چی هست؟ از کجا اومده؟ به درد چی میخوره؟ آیا واقعا تاثیر داره یا نه مثلا پول داده به اون آدما که از تخت اومدن پایین بگن خدا خیرت بده ما خوب شدیم؟ نه، این قضیه واقعیه و توی اروپا و آمریکا خیلی طرفدار داره و رایج هست و متاسفانه در کشور ما توجهی بهش نشده. کایروپرکتیک یک مدل دستکاری به ستون مهره هاست. یعنی اون شخص کایروپرکتور میاد با منیپولیشن و ادجاستمنت میاد دستکاری میکنه اسکلت و عضلات رو. میاد اون عضله یا اون اسکلت یا اون مهره یا اون مفصل که از حالت طبیعی خودش خارج شده یا به تعبیری دیسپلیسمنت شده، میاد با دستکاری فیزیکی اونو میاره سر جاش و به حالت طبیعی خودش برمیگردونه. بچه‌ها به طور کلی کایروپرکتیک یعنی که حالا خود این مدل اجرای کایروپرکتیک یا موبیلیزیشن هست، یعنی حرکت با دامنه نرم، یا تراست، حرکت با دامنه سریع و انفجاری و سرعتی. من ازتون میخوام که اگر واقعا علاقه‌مند به این بحث ها هستین چنل من رو سابسکرایب کنید و اگه دوست دارین ویدیوهای من رو ببینید اون زنگوله رو بزنید، چون من میخوام توی این بحث به طور کامل ورود پیدا بکنم، هم نکته‌های آموزشیشو براتون بذارم هم نکته‌های تئوریشو. حتما من رو پیگیر باشید. دمتون گرم.